استاد جان شما نو وای کردن فرمودن برای در حالت حیض وای کردن روزه گرفتن همین ما هم وای بودیم استاد جان وقتی همین نو به بلوغت رسیدن مونده همین وقتای کودکی داده میگفتن که وای دختر خونه روزه اگر که وقتی وایش باشد حیضش باشد انا روزه گیرد روزش یعنی که جایز است قبول است ما همه کردگی با گفته کلانترا همین چی کنیم چی هم نکنید دیگر توبه کنید دیگر هیچی نمیکنید به اون روزها اما اون روزها قضا به گردنتون ماندگی هست قضاش رو میگیرید همون روزهایی که در حیض روزه داشتید به گردنتون قرضش هست قرضش رو میگیرید همش رو همین یک چند روزه که باشد همون آره چند روز حیض بودید همون روزها رو همش رو میگیرید و خواهرها دانستنی عملهایی که برای ما فرض است دانستنش هم فرض است نماند که دخترکاتون از این چیزها بیخبر مونند برای دخترچه ها فهمونید در وقتی حیض چی چیزها حلال چی چیزها حرام تا که به این خرافات ها ندرآیند سبحان الله من حیران میشوم زنهایی که برای همه چیز وقت مییابند برای عبادت خود را درست انجام دادن و علم گرفتن وقت ندارند 15 دقیقه وقت ندارند که درباره نماز و روزه و زکات معلومات گیرند این در یک جهالت و ظلمات و تاریکی قرار داریم که دخترچه ها در حیض روزه میگیرند که مادر میگه باید روزه بگیری سبحان الله چیزی که کلا عکس شریعت است خواهر بفرمایید سوال دیگر داشتم انا در حالتی و وقتی که مثلا حامله دار است همین سرو که کودک معده است مثلا یک ماه یک نیم ماه همون کودک همه افتونی و خونره آدم خونره میشه و کامیزن همون حالت نماز خوندن جایز نیست و نماز قضا میشود قضا نمیشود بعد از یکم درباره کودک افتوندن دربارهش من صحبت کردگیم دویم بار تکرار نکنیم درباره ابورت اما خونه که بعد از کودک افتاده می آید و نفاس است نفاس است و تا پاک شدنش انتظار می شود بعد قضایش خواندن نه قضا حیض و نفاس قضا ندارد خواهرا در نماز در روزه قضا دارد در نماز حضرت عایشه میگن نمازهایی که در وقت حیض و نفاس ما نمیخوندیم امر نشده بودیم که قضاش خوانیم اما روزه رو پیامبر امر کرده بودن یعنی روزه ای نگرفتگیتون رو به خاطر نفاس یا به خاطر حیض بالاتون قرض است اما روزه نمازی که نخوندید اون قرض نمیماند جزاک الله خیرا